سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز یه ویدئوی کوتاه داریم. میخوام نسخه ویندوز اپلیکیشن هیدیفای رو بهتون معرفی کنم و بگم چجوری نصبش کنید و باهاش کار بکنید. من تو دیسکریپشن آدرس دانلودش رو براتون میذارم که میتونید بزنید اینو دانلود کنید. یه چنین پوشه‌ای براتون دانلود میشه که اینجا هم آموزش داره هم نصب داره و اینا. میتونید همه رو بکشید بیرون که بعد برید آموزش و این چیزاش هم نگاه کنید. برای مثال الان این ستاپ داره، خیلی چیز خارق العاده ای نداره، مثل همه اپلیکیشن های دیگه ای که شما نصب میکنید این رو هم میزنید نصب میشه و لانچش میکنید. حالا ما هیدیفای رو نصب کردیم. قبل اینکه برم نشون بدم چجوریه، اگه شما لینک رایگان ویتوره میخواد، قبلا یه ویدیو گذاشتم راحت میتونید از اون طریق لینک های رایگان بگیرید و توی این اپلیکیشن رو کامپیوترتون استفاده کنید. لینک اون ویدیو رو هم تو دیسکریپشن میذارم، برید اون ویدیو رو ببینید، لینکاتون رو بگیرید و بعد بیاید از این استفاده کنید. بعد از اینکه نصب میکنید اینجا زبانش رو میتونید انتخاب بکنید، فارسی و اینا داره. حالا با توجه به اینجا مثلا کشور خودتون انتخاب میکنید، ما ایران انتخاب میکنیم، استارت میزنیم و این محیط براتون وا میشه. نیو پروفایل میزنید، لینکتون رو میتونید اینجا کپی کنید یا میتونید به صورت دستی وارد کنید. من الان یه لینکی دارم اینجا میزنم و پیست میکنم، یه از این لینک های رایگان تلگرام هستش و میزنم کانکت و الان ببین کانکت شده برای من. اینجا داره این اعداد رو میندازه، یعنی کانکت شده. حالا ما یه دونه یوتیوب وا میکنیم، اینم یوتیوب به راحتی برای لود میشه و هیچ مشکلی نداره. خیلی کار باهاش ساده است، امکانات زیادی داره و تازه اومده، قراره کلی آپدیت براش بیاد. شما لینکاتون یکی یکی اینجا اضافه میشه، میتونید هر کدوم رو سلکت کنید و باهاش کار کنید. هر وقت هم خواستید دیسکانکت کنید اینو میزنید و به همین راحتی دیسکانکت میشه.